شب 21 مارت سال 2023 یک زمین‌لرزه شدید قلمرو افغانستان و تاجیکستان را تکان داد. منابع مختلف شدت این آفت طبیعی را در مرکزش 6 از 5 تا 7 بال طبق جدول ریختر برآورد می‌کنند. ساکنان از مناطق مختلف تاجیکستان از دوشنبه و کولوب و بختر تا دروازه و خوروغ، از اسفرای و خوجند تا استرافشان خبر دادند که سخت و خیلی طولانی لرزیدن زمین را حس کردند. پژوهشگاه گئولوژی سیسمولوژی اکادمی ملی الهای تاجیکستان خبر داد که مرکز زمین لرزه در 250 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه در مضافات قندوز افغانستان جایگیر بوده. زمین در عمق 195 کیلومتر لرزیده است. بنابراین منبع قوه زمین لرزه در مرکزش 7 بال و در شهر دوشنبه 5 بال را تشکیل داد. گفته می شود که لرزیدن زمین را در تمام دولت‌های آسیای مرکزی و هم در هندوستان و پاکستان احساس کردند. اما مرکزهای بین المللی زلزله‌نگاری که زمین لرزه‌های رخ داده در سراسر سیاره را لحظه به لحظه پیگیری میکنند خبر دادند که مرکز زمین لرزه ساعت 21:47 دقیقه شب 21 مارس در 40 کیلومتری جنوب و شرق مرکز ناحیه جرم ولایت بدخشان افغانستان جایگیر شده بود و شدت زمین لرزه در مرکزش طبق جدول ریختر 6 از 5 بال را تشکیل داده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. از جمله مرکزهای زلزله‌نگاری در یک شبانه روز آخر در قلمرو تاجیکستان یک زمین لرزه، در یک هفته آخر 6 زمین لرزه، در یک ماه آخر 43 زمین لرزه و در یک سال آخر 227 زمین لرزه شدتشان طبق جدول ریختر از 1 از 5 بال زیاد را ثبت کردند. اکثر این زمین لرزه ها در شرق کشور در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ دادند.